بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. در درس معرفت شناسی در خدمت شما هستیم با موضوع علم حضوری و علم حصولی. ببینید بحثم رو اینطوری شروع میکنم. شما فکر کنید از دور یک دودی رو میبینید. خب چه اتفاقاتی میفته؟ شما یک دود رو دیدید، یعنی یک علامت. شما از روی این علامت متوجه میشید که احتمالاً یک آتش سوزی در کار باشه. خب نزدیکتر میشید میبینید که بله یک جایی آتش گرفته. خب در این مرحله شما دیگه علامت رو نمیبینید، خود موضوع رو میبینید، یعنی خود آتش. در مرحله سوم شما نزدیکتر میشید و دستتون رو به سمت آتش میبرید، گرمای اون رو حس میکنید یا احتمالاً ممکنه کمی هم بسوزید. اینجا شما دیگه نه تنها خود آتش رو ندیدید، بلکه شما آتش رو حس کردید، آتش رو درک کردید. پس 3 مرحله از دانایی ما داریم. ببینید اگر که من این ماژیک رو مثلا به پشت دستم بزنم، شما چه چیزی رو میبینید؟ از نگاه تجربه گرایان شما یک عدد ماژیک رو میبینید و دست من رو. از نگاه عقل گرایان شما اینجا نه تنها این صحنه رو میبینید، بلکه متوجه میشید که یه ضربه‌ای به دست من وارد شده. خب نیرو که قابل دیدن نیست، ولی عقل میتونه اون رو درک بکنه. پس صحنه اول شما اصابت ماژیک با دست بنده رو مشاهده کردید. احتمالاً حالا از این مشاهده بتونید تو ذهنتون یک تصوری هم بکنید که مثلا احتمالاً دستش درد گرفت. در مرحله بعد من این ماژیک رو به خود شما میدم، شما این رو از نزدیک نگاه میکنید، شما ابزار ایجاد درد رو میبینید. مرحله سوم شما خودتون این ماژیک یا خودکارتون رو به دستتون میزنید. اینجا چه اتفاقاتی میفته؟ اینجا دیگه شما نه تنها اصابت رو دیدید، بلکه خود درد رو حس کردید. نمیشه گفت درد چیه. چرا؟ چون درد از جنس مفهومه. در علوم تربیتی میگن مفهوم، میگن the meaning is a unique concept. میگن مفهوم یک چیز منحصر به فرده که در ذهن هر کس مستقلاً ایجاد میشه و غیر قابل انتقال به دیگران. شما اصلاً نمیتونید بگید درد چیه به یه فرد دیگه مگر اینکه خودش مستقلاً اون رو تجربه کرده باشه. پس مفهوم چیزیست که در ذهن ما به استقلال ایجاد میشه و مستقل، غیر قابل انتقال به دیگران هم هست، مثل همین درد. خب پس یه وقت هست ما از روی آثار میخوایم به یک چیزی رو متوجه بشیم، یه وقت هست خود اون رو میبینیم، یه وقت هست اون رو درک میکنیم. این 3 مرحله در کجا وجود میاد؟ در علم حصولی. علم حصولی یعنی چی؟ یعنی حضور صورت شیء عند العقل. درسته؟ یعنی حضور صورت شیء در ذهن. یعنی چی؟ یعنی من به شما میگم آیا یک ماشین مثلا آیا پراید قرمز رنگ دیده اید؟ تا اکنون میگید بله. از کجا میدونید بله؟ چون زمانی که دارین به اون ماشین فکر میکنید تو ذهنتون حاضر میشه. چی تو ذهنتون حاضر میشه؟ خود ماشین؟ نه. چی پس؟ تصویرش. پس حضور صورت هر چیز در ذهن میشه علم حصولی. من الان میگم من یک کتاب دارم، خب میدونم اون کتاب رو دارم. از کجا میدونم؟ چون وقتی بهش فکر میکنم تصویرش در ذهن من ایجاد میشه. من میگم که کاش یه مرغ 2 سر داشتم، یه مرغی که 2 تا سر داشت. تو ذهن من تصویر میشه این. پس حاضر است تصویر هر چیز در ذهن من. حضور و صورت و شیء عند العقل. خب پس حضور تصویر یا صورت هر چیزی در ذهن ما میشه علم حضوری. حالا پس درک ما چیه؟ درک ما فقط یه تصویر ذهنیه.
یعنی ما در علم حصولی، یعنی علمی که حاصل می شود برای ما از طریق عقل یعنی تفکر و از طریق حواس پنجگانه، علمی که از این دو طریق برای ما حاصل شود یعنی یا حواس پنجگانه، حالا یا مثلا با تفکر ما فکر میکنیم در مورد یک مرغ دو سر، اون رو با حواس پنجگانمون ندیده ایم، فکر میکنیم دربارش و تصویرش تو ذهن ما میاد. خب پس درک ما یعنی در علمی که حاصل میشود، یعنی من کسبش میکنم از طریق حواس پنجگانه یا از طریق تفکرم، تصویر ذهنی اون شی یا اون چیز در ذهن من حاضر میشه. من به کتاب فکر میکنم، من یک بار کتاب رو دیدم و با حواس پنجگانم تصویرش تو ذهن من ایجاد میشه. دفعه دوم من با دستم کتاب رو لمس میکنم، چون تصویری از قبل تو ذهن من هست، دوباره تصویر اون کتاب در ذهن من حاضر میشه. پس من میفهمم این کتابه. آیا خود کتاب تو ذهنمه؟ نه. پس چه چیزی از کتاب تو ذهنمه؟ یه تصویری، یه صورتی. پس تصویر ذهنی از هر چیزی در ذهن من میشه درک من. پس علم حصولی هر وقت که ما علم حصولی رو در موردش صحبت کردیم، حد اکثر چیزی که به ما میده یک تصویر ذهنیه. خب این تصویر ذهنی چه ویژگی هایی داره؟ اول اینکه خب در علم حصولی مفهوم شی فاقد آثار شیء. یعنی چی؟ یعنی من به آتیش که فکر میکنم، آتیش خب سوزانندگی داره در دنیای واقع، اما در ذهن من دیگه نمیتونه چیزی رو بسوزونه و ذهن من رو بسوزونه. پس مفهوم هر چیز فاقد آثار شیء، یعنی فاقد آثار اون چیزه. من به یخ که فکر بکنم ذهنم یخ نمیزنه، و آتیش که فکر بکنم ذهنم نمیسوزه. پس مفهوم هر شی فاقد آثار شی است. خب آتش سوزانندگی دارد، اما مفهومش فاقد سوزندگی است یا فاقد سوزانندگی است. 2. ذهن اشیا را با واسطه میشناسد، مثل تصویرشون، صداشون، اینکه لمسشون بکنه. اما ذهن هیچگاه خود اون چیز رو در خودش نمیاره، بلکه نمودی از اون رو میاره. یعنی خب همون دیگه، من به آتیش که فکر میکنم، خود آتیش تو ذهن من نمیاد، یه تصویری از اون میاد که اون تصویره هم باز سوزانندگی نداره و حتی خود آتیش هم نیست، تصویرشه. خب پس ما همیشه نتیجه میگیریم که جهان رو چطور میبینیم؟ اینجا بحث مهم شد. ببینید من برمیگردم به سیر بیان مطالبمون. ببینید ما در جلسه اول گفتیم که دانایی از 4 تا سوال میتونه حاصل بشه، درسته؟ یعنی سوال درباره چیستی، چرایی، چگونگی و خاستگاه یا منشأ. ما اینها رو که بدونیم میگیم یه چیزی رو میدونیم. خب ابزارش چیه؟ خب یا حواس پنجگانه یا تفکره. حالا این اطلاعات که از حواس پنجگانه ما یا از طریق تفکر ما میاد کجا تفسیر میشه؟ اطلاعاتی که از چشم ما میاد در ذهن ما تفسیر میشه. خب گفتیم ذهن هم خطا داره که باز برای رفع خطاش یه پروتکل شک‌گرایی علمی رو برای خودمون تصویر سازی کردیم و انجام دادیم. خب گفتیم این خطا یا در خطای فیزیولوژیکه یا در سوگیری‌های تاییدی یا خطاهای شناختی ما ممکنه. یعنی این ستای مهمشونه و خب خطای دیگه هم داریم. بعد حالا گفتیم اینها که خطا بود، صدق چیه؟ گفتیم با صدق خودش 3 تا نظریه داره: نظریه تطابق، نظریه انسجام و نظریه پراگماتیسم یا عمل گرایی یا کارکرد گرایی. خب در اینجا گفتیم هر چیزی که ما رو به هدفمون برسونه چون کارکرد داره پس صادقه. من اگه فکر میکنم روح مادر بزرگم همیشه با منه و مراقب منه، چون برام کارکرد داره و باعث آرامش من میشه، پس یه گزاره صادقیه، گرچه مطابق با واقع نباشه و برای شواهد مستندات علمی هم نداشته باشم. خب 3 تا نظریه پس در باب صدق داریم که صدق این چیز هست. حالا مگه ما نگفتیم هر چیزی در ذهن ما معنا میشه؟ اطلاعات از طریق حواس پنجگانه ما وارد ذهن میشه و در ذهن ما تفسیر میشه. حالا پس ما همیشه دنیا رو کجا میبینیم؟ دنیا رو در ذهن خودمون میبینیم. یعنی یک تصویری از واقعیت، یک تصویری از این جهان واقعی رو همیشه تو ذهنمون داریم.
ما با تصاویر ذهنیمون داریم زندگی میکنیم، نه با دنیای واقع. من تصویری که از مادرم دارم تو ذهنم، من با اون تصویر دارم زندگی میکنم. صحبت که میخوام باهاش بکنم، اول اون صحبت رو در ذهن خودم با اون تصویری که از مادرم ساختم بیان میکنم، ببینم حالا واکنشش چیه. البته اینها با توجه به تجربیات گذشته است دیگه. اون تجربیات گذشته میتونه حتی تصویر ذهنی ما رو از کسی عوض بکنه. خب پس حالا خطا کجا به وجود میاد؟ خطا همیشه جایی به وجود میاد که فاصله بین این دو زیاد بشه. یعنی شکافی همیشه وجود داره بین درک من از دنیای واقع و خود دنیای واقع. من درکی از مادرم دارم، اخلاقش، روشش، ولی من یه درکی ازش دارم. یعنی چی؟ یعنی یه تصویر ذهنی ازش دارم. درک ما در علم حصولی می شود تصویر ذهنی. پس من که یک تصویر ذهنی از مادرم دارم، هر چقدر این تصویر ذهنی من با خود اون مادر در دنیای واقع تطابق بیشتر و نزدیکی بیشتری داشته باشه، درک من درست‌تر و دقیق‌تره. خب پس همیشه خطا جایی به وجود میاد که بین اون تصویری که در ذهن من هست و با آنچه که در دنیای واقع هست فاصله ایجاد بشه. من میدونم یه سگ اینجا وجود داره، ولی نمیدونم که سگش گیرنده یا نه، کاری نداره به کسی. اینجا محل خطایه. من خطا همیشه جایی به وجود میاد که بین تصویر ذهنی و آنچه که در دنیای واقع وجود دارد فاصله ایجاد شود. خب پس خطای ادراکی تعریفش میشه فاصله بین خود جهان و نسخه ذهنی ما از اون. این میشه تعریف خطای ادراکی، فاصله بین خود جهان و نسخه ذهنی ما از اون. خب این خطا جای چی؟ این فاصله جای چیه؟ جای خطا هست، جای بدفهمی، جای توهم و جای تصویرهای ذهنی غلط. خب پس این فاصله رو هی باید کمش کنیم. جایی که این فاصله به حداقل خودش میرسه ما بهش چی میگیم؟ میگیم علم حضوری. ما به جز علم حصولی که از طریق حواس پنجگانه و تفکر به وجود میاد، یک نوع علم دیگه هم داریم که بهش میگیم علم حضوری. یعنی چی؟ علم حضوری یعنی ما در علم حصولی گفتیم چی؟ گفتیم حضور تصویر ذهنی هر چیزی در ذهن ما. اما اگر خود اون چیز در ذهن ما حاضر باشه میشه علم حضوری. یعنی چی؟ نمیگیم حضور صورت شیء در ذهن ما، میگیم حضور خود شیء در ذهن ما. خب یه مثال من میزنم. ببینید در علم همین حصولی که گفتیم یه تصویر ذهنی از ما به وجود میاد، کارکردش در روانشناسی چیه؟ ببینید ما یه بیماری روانشناسی مدرن داریم. یعنی خود روانشناسی مدرن یک بیماری داره. بیماریش چیه؟ تبدیل انسان به شیء. یعنی انسان رو اول میاد به یک شیء تبدیل میکنه. حالا این شیء قابل اندازه گیری، یک. دو، این انسان رو نه تنها قابل اندازه گیری میدانه، دو، بلکه مجموعی از علائم می انگارد یا می پندارد. پس انسان رو قابل اندازه گیری میکنه روانشناسی مدرن. دو، اونو مجموعی از علائم میبینه. و سه، او را مطابق با واقعیت نشان نمیدهد. او را پرونده‌ای در درون سیستم نشان میدهد. خب اینها همه باعث چی میشه؟ اینکه ما در روانشناسی مدرن درسته که داریم از حواس مثل همون تصویر دوده بود، گفتم ما از دور دود رو میبینیم، با خودمون میگیم لابد آتیش هم وجود داره. این هم درسته ما رو به واقع هی داره نزدیک میکنه، ولی خب خطاهایی هم داره دیگه. ممکنه اون دود اصلا دود آتیش نباشه، دود مصنوعی باشه. خب پس ما اولا مجبوریم به سمت این بریم و این مشکل الزاما نیست، داره ما رو هی نزدیک میکنه به واقعیت. پس روانشناسی مدرن یه مشکلی که داره اینه که انسان رو تبدیل به شیء میکنه. خب حالا این تبدیل به شیء کردن چه مشکلی داره؟ یک، انسان را قابل اندازه‌گیری می‌بیند. دو، او را مجموعی از علائم می‌بیند. و سه، او را مطابق با واقعیت نشان نمی‌دهد، بلکه او را به پرونده‌ای درون سیستم تبدیل می‌کند. خب
اینها چه ویژگی دارن؟ اینها خب خوبه، ما انسان رو میتونیم یکم بهتر بشناسیم. این اگه انسان قابل اندازه‌گیری باشه یکم بهتر میبینیمش، درکش میکنیم، او را مجموعه از علائم ببینیم هم باز میشه یک مقدار بهتر درکش کنیم و به صورت پرونده درون سیستم تبدیل بشه، خب باز هم یکم بهتر درکش میکنیم. اما چه مشکلی اینجا وجود میاد؟ این انسان واقعی نیست. یعنی انسان مطابق با واقع این نیست. انسان مطابق با واقع قابل اندازه‌گیری نیست، مجموعی از علائم نیست، پرونده درون سیستم الزاماً نیست. خب پس اینها همه یعنی چی؟ اینها همه چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده؟ میخواد نشون بده که یه روانشناس از علم حصولی داره استفاده میکنه تا انسان رو بشناسه. یعنی از حواس پنجگانش استفاده میکنه تا مجموعی از علائم بیمار ببینه، او رو در یه مقیاس بتونه قابل اندازه‌گیری کنه، مثلا خشمش چه مقداره، احساساتش چه مقداره، و خب نهایتا اینها رو مینویسه و اون انسان رو تبدیل به پرونده میکنه درون سیستم. خب حالا میخوام بهتون بگم چرا این روانشناسی مدرن این ویژگی ها رو که داره یه بیماری تلقی میشه. یه بیماری برای روانشناسی مدرن این هست. چرا؟ به این دلیل که یک، انسان رو میاد درون پرونده میکنه، دو، به صورت چک لیستی باهاش برخورد میکنه، سه، با نمره های آزمون با اون برخورد میکنه، از طریق علائم و فرم های DSM انسان رو اندازه‌گیری میکنه. اینها خوبه ها، بد نیست، ولی خود انسان واقعی که این نیست. ما هی داریم سعی میکنیم با اون دوده که از دور میدیدیم که یه آتیش احیانا اونجا هست، با این علائم سعی میکنیم انسان واقعی رو بشناسیم. خب پس اینا همه باعث نزدیکی صورت ذهنی به شیء میشه. یعنی تمام این علائم، تمام این آزمون‌های DSM، تمام فرم‌های DSM، تمام آزمون‌ها، تمام چک لیست‌ها، تمام این پرونده‌ها باعث میشه تا چه اتفاقاتی بیفته؟ باعث نزدیکی صورت ذهنی، یعنی تصویر ذهنی به خود شیء میشه. یعنی تصویر ذهنی ما از اون فرد به واقعیت نزدیکتر باشه. خب پس همه اینها صورت‌های ذهنی هستند، نه خود واقعی انسان. اینها همه یعنی چی؟ اینها همه یعنی یک روانشناس انسان رو میبینه اما نمیبینش. یعنی انسان رو گوش میدهد ولی او را نمیشنود. یادتونه گفتیم 3 مرحله شنیدن داریم؟ شنیدن، گوش دادن و محو شدن در مخاطب. خب اینها همه یعنی روانشناس انسان رو میبینه اما انسان رو نمیبینه، انسان رو گوش میده ولی نمیشنود او را. 3 یعنی رفتار او را تحلیل میکند اما درک نمیکند. ببینید این درک کردن خیلی مهمه. من توی فیلم ها به شما گفتم 2 نوع روش دیدن فیلم داریم. اول اینکه فیلم رو درک کنیم، یعنی خودمون رو جای شخصیت مخاطب اصلی بذاریم و شخصیت اصلی داستان خودمون رو جای اون بذاریم و از دید اون همه دنیا رو ببینیم، یعنی درکش کنیم، خودمون رو جای اون بگذاریم. در روانشناسی که بر این پایه به وجود اومده، روانشناس الزاماً رفتار مراجع رو تحلیل میکنه، نه اینکه درک کنه. خب گفتیم باز درک کردن خودش 3 حالت داره: زبانی، قلبی و عملی. گفتیم یک نفر به ما بگه دوستت دارم، خب الزاما باورمون نمیشه تا هم در قلبش احساس رو از اون درک بکنیم و هم در عملش ببینیم. پس این 3 تا پیش نیاز هر درکیه و هر درک پیش نیاز اثرگذاری. ما تا درک متقابلی نداشته باشیم امکان ندارد اثرگذار واقع شویم. خب پس گفتیم اینها مشکل روانشناسی کنونیه که بر پایه علم حصولی به وجود میاد. خب ببینید ما در حالا الهیات و عرفان هم داریم، میگن که 3 مدل علم داریم: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. علم الیقین یعنی علمی که یقین آور است، یعنی علمی که من مثل همون دودو میبینم میگم خب احتمالاً آتیش هم وجود داره یا احتمالاً علتی هم وجود داره. خب این بهش میگن علم الیقین، مثل دیدن دود، مثل دیدن پرونده بیمار یا پرونده مراجع. مرحله دوم عین الیقینه. یعنی چی؟ یعنی دیدن خود آتیش.
یا دیدن خود بیمار. ما در مرحله اول پرونده بیمار رو میبینیم، به علم الیقین میرسیم، علم پیدا میکنیم بهش. در مرحله دوم به عین الیقین میرسیم، یعنی عین خود اون علم رو میبینیم، یعنی عین موضوع رو میبینیم، عین بیمار رو میبینیم، خود بیمار رو میبینیم. مرحله سوم حق الیقینه. حق الیقین مثل همون که با آتیش دست میزدیم دستمون میسوخت. اینجا دیگه دیدنی نیست سوختن، درک کردنیه. اینم همینه، یعنی ما خود بیمار رو زمانی که درک کردیم، خودمون رو جای اون گذاشتیم و از دید اون دنیا رو دیدیم و دردهای اون رو خودمون حس کردیم، اینجا ما به حق الیقین رسیدیم یا به علم حضوری رسیدیم. این دیگه قابل بیان نیست. مثل اینکه بگیم من سوختم، کسی نمیدونه سوختن یعنی چی تا خودش بسوزه. اینم همینه، ما تا بیمار رو درک نکنیم نمیتونیم بگیم فهمیدمت، من تو رو درک میکنم. یعنی به معنای واقع هم قلبمون باید درک کنه، هم در عملمون، هم در زبانمون. خب زمانی که ما به این حق الیقین برسیم، یعنی بیمار رو درک بکنیم یا مراجع رو درک بکنیم یا فردمون، دوستمون، هر کسی رو درک بکنیم، به معنای واقع میتونیم بگیم درکت کردم. خب اینجا میتونیم اثرگذار باشیم. خب شروع میکنیم قسمت خود علم حضوری. گفتیم علم حضوری دیگه حضور صورت ذهنی هر چیز در ذهن ما نیست، حضور خود چیز در ذهن ماست. یعنی چی؟ یعنی من و معلوم از همدیگه جدا نیستیم. معلوم نزد من حاضره. من وقتی که میگم مثلا پدر بزرگم اگه اینجا بود، دیگه به پدر بزرگم اینجا فکر نکنم، خودم اون پدر بزرگ رو حس بکنم، یعنی طور روح اون رو درک کرده باشم که وقتی بهش فکر میکنم انگار خودم جای اونم، انگار من اونم، من خود دنیا رو از دید اون دارم نگاه میکنم، حس میکنم و من خود اون پدر بزرگ رو درون خودم حس میکنم. خب این میشه همون اتحاد عاشق و معشوقی که مولانا میگه مرحله آخر عشق اینه که دیگه عاشق و معشوقی وجود ندارن، روحاشون یکی میشه و منمیت هاشون از بین میره، هر دو یک نفر میشن. یعنی در لحظه ممکنه به یک چیز فکر کنن، با یک دید دنیا رو ببینن. این اوج عشقی که خب مولانا میگه همین اتحاد عاشق و معشوقه. خب در علم حضوری من و اون چیزی که حالا مد نظر منه از همدیگه جدا نیستیم، هر دو یکی میشیم. من و معلوم از هم جدا نیستند، بلکه معلوم نزد من حاضر است. خب ما در این علم حضوری درد، خشم، لذت، تفکر، تعقل، همه چیز رو مستقیم میفهمیم، نه با واسطه. یعنی ما نگاه نمی کنیم ببینیم که یک نفر دستشو گذاشته مثلا روی سرش یا مثلا زیر سرش داره هیچ عملی انجام نمیده و خب فکر کنیم پس احیانا داره فکر میکنه، لابد داره فکر میکنه. نه، اینطوری نیست. ما خودمون مستقیم لذت رو درک میکنیم، خشم رو درک میکنیم، تفکر، درد، همه حالات رو مستقیم درک میکنیم. این علم حضوریه. خب وجود خود مراجع را بدون واسطه درک میکند و میفهمد. یعنی خود مراجعی که نزد شما میاد، شما دیگه الزاما از روی علائم با اون ارتباط برقرار نمیکنید، شما خود اون مراجعتون رو درک میکنید. خب بدون واسطه یعنی چی؟ یعنی احساساتش رو میتونید با احساساتش همگام بشید، میتونید خودتون رو قشنگ جای اون بذارید و دنیا رو از دید اون نگاه کنید، یا بهتر بگم دنیا رو از دید اون هم نگاه کنید. خب پس عملا شکاف و فاصله بین ما و اون چیز دیگه وجود نداره. در اینجا ما میگیم علممون از جنس علم حضوریه. خب حالا روانشناسی مبتنی بر حضور چیست؟ یعنی دیگه اوج یک روانشناس اثرگذار واقعی، چیزی که خب بهش میگن presence based psychology، یعنی روانشناسی بر پایه حضور. ببینید هنر یک درمانگر اینه که به جای دیدن صورت ذهنی مراجع، یعنی یک تصویری از مراجع تو ذهنش داشته باشه، به جای این خود مراجع رو تجربه کنه و خود مراجع رو درک کنه و با او حاضر باشه. این هنر یک روانشناس مبتنی بر حضوره.
خب تو این روش دیگه درمانگر با مراجع همتراز میشه، اون رو یک مورد نمیبینه، یک انسان میبینه. ببینید دیگه یک کیس استادی نیست، یک انسانه. برگردید به جزوه منش استادی، اونجا من نوشتم که در نظام اسلامی دانشجو یک فردی نیست که حالا الزاما داره پول میده اومده چیزی یاد بگیره. یعنی همین چیزی که اینجا میگیم، اون یه مورد نیست، یه مورد برای آموزش دیگه نیست، اون یه انسان واقعیه. خب پس زمانی که شما با مراجعتون همتراز شدید، او رو یه انسان واقعی دیدید، نه یک مورد، نه یک کیس استادی، اینجا شکاف بین شما و او دیگه از بین میره و عملاً بین شما و اون هیچ فاصله نیست. هیچ تصویر و واسطه‌ای وجود ندارد. حقیقت بدون واسطه و بلا واسطه است. شما اینجا خود اون میشید و اون از دید اون همه جا رو میبینید، چون شما اونید دیگه، خودتون نیستید. خب در اینجا درمان عمیق میشه. ما چیزی که به نام درمان عمیق داریم در اینجا به وقوع میپیونده. خب البته این علم حضوری هم باز درجاتی داره. یکیش مثل درد داشتنه، یعنی ما درد رو در وجودمون حس کنیم، یا عشق رو در وجودمون حس کنیم، یا خود وجود رو حس کنیم. یه وقت هست از این عمیق‌تر میشه، یکی شدن درد با ما، یکی شدن عشق با ما، یکی شدن محبت با ما. ما دیگه محبت رو حس نمی کنیم، خودمون تجلی محبت میشیم. اینجا ما همون موضوع میشویم، یعنی درد، عشق، محبت، وجود، همه چیز. اینجا اتحاد عاشق و معشوق شکل میگیره، یعنی جایی که ما با اون مورد خودمون یکی شده باشیم و اون شده باشیم، یعنی ما عشق رو حس نکنیم، ما خود عشق بشیم. این میشه مرحله آخر علم حضوری. خب یه مروری پس مختصر بکنم. گفتیم دانایی از 4 سوال حاصل میشه. یه ابزاری برای کسب دانایی داریم. خب این ابزار ما یا حواس پنجگانمونه یا تفکره که ما بهش میگیم علم حاصل شدنی، یعنی علم حضوری. خب در این علم حضوری گفتیم که اطلاعات به ذهن ما میرسه از طریق یا حواس پنجگانه یا تفکر. حالا اینها ممکنه اشتباه هم داشته باشن. گفتیم پروتکل شک‌گرایی علمی رو براش تعریف میکنیم که از خطای فیزیولوژیک، سوگیری تاییدی و خطای شناختی در امان باشیم. صدق هم گفتیم 3 تا نظریه داره، هر چیز که مطابق با واقع باشه، آنچه که با سایر امور منسجم باشه و آنچه که واسه ما کارکرد داشته باشه رو به صدق تلقی میکنیم. حالا گفتیم این علم حصولی که در ذهن ما شکل میگیره یه تصویری به ما میده، درک ما یه تصویره فقط. حالا این تصویر فاقد آثار اون چیزه، یعنی من آتش رو که تصویر تو ذهنم تصویرش میکنم، تصورش میکنم، سوزانندگی نداره. خب همینطور اگر من یه مراجعی رو تو ذهنم تصور بکنم، فاقد آثار اونه. یعنی من حس میکنم مثلا آقای مثلا میگم علی علوی، خب این آقای علی علوی دیگه اون احساسات رو نداره تو ذهن من، فقط تصویر ازش هست. اون رفتار رو ممکنه نداشته باشه. بله با تجربه ممکنه یک سری درک‌های بیشتری ازش داشته باشم، ولی خود اون که در ذهن من حاضر نیست، تصویر اون تو ذهن من حاضره. پس اگه من کاری کردم که خود اون شی در ذهن من حاضر شد یا در روح من، در وجود من حاضر شد، من به علم حضوری رسیدم. مثل خشم، من نمیتونم بگم خشم چیه، باید حسش بکنی تا بفهمی خشم چیه. ناراحتی رو باید حس بکنی، خوشحالی رو باید حس بکنی. چیزی در دنیای مادی نیست که من بگم این اسمش خشمه، این اسمش مثلا لذته، این اسمش درده، این اسمش مثلا حالا تفکره، این اسمش خشمه. نه، باید حتما یکی رو یه سوزنی بزنیم تا بگیم این درده. یعنی باید حسش بکنه، تا حس نکنی خیلی چیزا رو علم حضوری بهش پیدا نمی‌کنی. خب در علم حضوری گفتیم دیگه فاصله بین ما و اون چیزی که می‌خوایم درکش بکنیم دیگه وجود نداره. چون فاصله وجود نداره ما اون رو درک می‌کنیم و چون درک می‌کنیم میتونیم اثرگذار باشیم. خب نهایتاً هم به روانشناسی مبتنی بر حضور رسیدیم که گفتیم مثلا کل هنرش اینه که دیگه بین استاد دانشجو، بین درمانگر مراجع، بین اینها دیگه هیچ فاصله‌ای نباشه. اینها با هم همتراز میشن. درمانگر با مراجع همتراز میشود.
او را نه یک کیس استادی، نه یک مورد، بلکه یک انسان می‌بیند. و در مرحله سوم شکاف بین ما و مراجعمون به شدت کم میشه، حقیقت بدون واسطه به ما میرسه و اینجا درمان عمیق‌تر میشه، چون هیچ فاصله بین ما و اون نیست. چون فاصله نیست، ما اون رو درک میکنیم به معنای واقع، یعنی در همین ستایی که گفتیم، زبانی، قلبی و عملی، اون رو درک میکنیم و چون درکش میکنیم میتونیم اثرگذار باشیم و چون اثرگذار باشیم یا زمانی که اثرگذار باشیم میتونیم مفید واقع بشیم و درمانمون عمیق بشه و اصلا درمانی وجود داشته باشه. خب ممنونم ازتون. خدا نگهدار.